ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. خب کسانی که حسرت قدرت دارن، کسانی که دل از قدرت نمی‌کشن، کسانی که قدرت برای خودشون ابدی و مادرزادی و ارث حساب میکنن، اینا تصورات دیگری هم میتونن بکنن، ولی دنیا دیگه به اون طرف نمیره و بسیار سخت برگردن. اینا الان چقدر تلاش شد که نگذارن تو کشور اینترنت باشه، الان اونجوریه. چقدر تلاش شد، چقدر ماهواره را از بالای پشتبون ها جمع کردن، من نمیدونم. چه تأثیری کرد؟ چه از آگاهی مردم چیزی کم نکرد، بلکه بر آگاهی مردم افزود. یعنی مردم فکر کردن چرا اینجوری میشه، چی در میاد، چه نتیجه ای داره. یعنی یه جایی رو ما ببندیم که چند تا چیز دیگه بشر جایی رو باز میکنه برای خودش راهشو، یه راه دیگری پیدا میشه. واقعا باید ما موکول کنیم به عقل و تصور مردم. ما به عنوان مبلغان دینی باید دین واقعی رو، اونی که واقعا، البته ما هم ممکنه اشتباه بکنیم، من نمیگم همیشه ما درست میفهمیم، دین واقعی رو به مردم